زمانی که جمهوری اسلامی ظلم هست و تا زمانی که ظلم هست مبارزه است. ما فریاد بر حق مردمی هستیم که 35 ساله مقابل ظلم و زور حکومت ایستادن و از حق و حقوق خودشون دفاع میکنن. بسیاری از عزیزان رو داریم که امروز در دفاع از حق و حقیقت جا باختن و در جمع ما نیستن و با یادشون رو گرامی می‌داریم و با خانواده هاشون احساس همدلی و همدردی میکنیم. امروز بسیار از عزیزانی رو داریم که در دفاع از حق در زندان به سر میبرند. برای ما فرقی نمیکنه که دارای چه گرایش سیاسی و اعتقادی هستند. ما امروز از ارزش‌ها و کرامت انسان‌ها دفاع میکنیم و این مبارزه تا سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. کارگر زندانی سیاسی آزاد باید گردد. کارگر زندانی سیاسی. کمانگرها استین آمباسادر ترور سنتراله. استین آمباسادر ترور سنتراله. استین آمباسادر ترور سنتراله. استین آمباسادر ترور سنتراله. فریهت ایران، ایران فریهت. فریهت ایران، ایران. با دستان کوچکم نگاه سرد زندانبان به کجا میبرد مرا چنین شتابان. این شعری از ژیلا کرمزاده مکفندی که در نامه‌ای بوده که از زندان نوشته شده. ایشون هنرمند و شاعری بودن که از حامیان مادران پارک لاله بودن که پس از تحمل 2 سال زندان فقط به خاطر حمایت حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور حکومت اسلامی در ایران روزی 2 تا 3 فرد را اعدام می‌کنند. این اقدامات حکومت اعدامی شما جنایتکاران رژیم فاشیستی اسلامی رو در صدر آمار اعدام‌ها در جهان قرار داده که حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی تنها رژیمیه که کودکان بزهکار را در زندان نگه می‌داره تا به سن 18 سالگی برسه تا بتونه اونا رو اعدام بکنه. حکومت اسلامی در ایران سرکوب همه جانبه و برنامه‌ریزی شده و دراز مدت زندانیان سیاسی، کنشگران جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، فعالان آزادی زبان مادری، محیط زیست، حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، شاعران و وکیلان، اقلیت‌های دینی و مذهبی و بسیاری دیگر را در دستور همیشگی خودش داره. به این جنایت‌ها همه سویه باید اعتراض بکنیم. در مقابل سیاست‌های دوزخی این رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی نباید ساکت بشینیم. ما اینجا جمع شده ایم برای حمایت از زندانیان سیاسی، برای اعتراض به شکنجه و اعدام و تجاوز کشتار ماشین جنایتکار جمهوری اسلامی، برای حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی که فرزندانشان زیر فشار جنایتکاران رژیم سرکوبگر اسلامی شجاعانه مقاومت می‌کنند. بیش از 3 دهه انسانها را به جرم دگر اندیشی به بند اسارت می‌کشد و زیر بدترین شکنجه ها اقرار می‌گیرد و پرونده های دروغین می‌سازد و فرزندان ایران زمین را پای چوبه های دار می‌برند و با خون این آزاد اندیشان پایه های حکومت منفور اسلامی را محکمتر می‌کنند و برای ایجاد رعب و وحشت مردم ایران ماشین کشتارشان بیوقفه کار می‌کند. ما اینجا جمع شده ایم که صدای زندانیان سیاسی باشیم. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. تجدید محاکمه غلامرضا خسروی به اتهام واهی محاربه توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی و سرانجام اعدام او پس از رسوایی حمله نیروهای امنیتی به زندانیان سیاسی بند 350 اوین و دریافت خبر نابهنگام اعدام 2 فعال فرهنگی اهوازی علی که به پیشاد و خالد موسوی که مخفیانه در ماه پیش
اعدام شده و خبر آن چند روز پیش به خانواده‌اش اعلام کردند. ما از تمام هموطنان و آزادی خواهان و مدافع حقوق بشر در ایران و سرتاسر جهان درخواست می‌کنیم که برای جلوگیری از اعدام این هموطنان و به طور کلی برای لغو مجازات ضد انسانی اعدام در ایران صدای اعتراض خود را نسبت به جنایت‌های جمهوری اسلامی بلند می‌نماییم و اجازه ندهند که دستگاه‌های قضایی وابسته به نیروهای امنیتی بیش از این به کشتار و اعمال وحشیانه ضد بشری خود ادامه دهند. Estén ambassaden, terror centralen! Estén ambassaden, terror centralen! Lever frihet! Länge lever frihet! Länge lever frihet! Länge lever frihet! Stoppa tortyren! Stoppa tortyren! Stoppa avrättningen! Stoppa avrättningen! Khamenei bedune bezudi sرنگونه! خامنه‌ای بدونه بدونی سرنگونه! حکومت ضد زن نمیخوایم حکومت ضد زن نمیخوایم زندانی سیاسی آزاد باید گردد زندانی سیاسی آزاد باید گردد لنگه لیور فریهیت لنگه لیور فریهت ما امروز برای حمایت از خانواده‌های زندانی سیاسی و زندانیان سیاسی جلوی سفارت ایران در استکهلم جمع شدیم. مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! زندانی سیاسی آزاد باید گردد! زندانی سیاسی آزاد باید گردد! 20 جون ما اینجا جمع شدیم در کنار سفارت ننگین جمهوری اسلامی و ورچسب‌هایی و پلاکات‌هایی را چسبوندیم به خود سفارت که بگیم ما اعتراض داریم به کشتار سال 67 که آقای موسوی در آن خودش نخست وزیر بود. ننگتان باد، ننگتان باد، ننگتان باد. به یزدان گر ما خرد داشتیم کجای این سرانجام بد داشتیم. خداوند نگهدار ایران باد. مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر خامنه‌ای! مرگ بر خامنه‌ای! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! سفارت ننگین جمهوری اسلامی سرنگون باد! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! اعتصاب تنها ره رهایی اتحاد اعتصاب فریهت ایران ایران فریهت فریهت ایران ایران فریهت فریهت ایران ایران فریهت فریهت ایران ایران فریهت Estén ambassaden terror centralen Estén ambassaden terror centralen Estén ambassaden terror centralen Estén ambassaden terror centralen زندانی سیاسی آزاد باید گردد زندانی سیاسی آزاد باید گردد یا نتوانسته کشور را به سر قدرت نگه دارد و اکنون ایران از لحاظ اقتصادی به رده‌های پایین کشورهای جهان رسیده است. برای خفه کردن هر صدا در گلوی اعتراض کنندگان ماشین اعدام خود را به میمنت و افتخار دولت تعامل و تطویز آیت الله کلید نشان شبانه روز کار انداخته است. گویا شمار اعدام‌ها در دوران پربرکت حکومت حسن روحانی از دوره‌های پیش مرتب بیشتر می باشد و تا زمانی که این جانی‌های بیش و پشتار هستند زندان، شکنجه، اعدام، تجاوز هست. سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی، سرنگون باد کسایی که برای جمهوری اسلامی کار میکنند، سرنگون باد به شما و خانواده‌های شما که داخل سفارت هستید. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. ایرانی میمیرد ذلت نمیپذیرد. ایرانی میمیرد ذلت نمیپذیرد. ایران فریهت فریهت ایران ایران فریهت فریهت ایران. مرگ
باند اصلاح طلبان حکومتی که هیچگاه اجازه نمیدن ملت ایران به خواسته های برحقشون که برکناری رژیم آخوندی است و ایدئولوژی ضد ایرانی اسلام در ایران هست برسن. من امیدوارم به هر حال همه همیهنان چه در درون ایران چه در خارج از کشور بتونن در کنار هم با همبستگی ملی بتونن این رژیم ضد ایرانی و ضد بشری رو به هر حال از پا در بیارن و به آرزوی برحقشون برسن. شعارهایی که من نمیدونم زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. ترور شکنجه اعدام ملغا باید گردد. ترور شکنجه اعدام ملغا باید گردد. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. 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 آزاد باید گردد. کارگر زندانی سیاسی آزاد باید گردد. کارگر زندانی سیاسی آزاد باید گردد. Estén ambassaden terror centralen. Estén ambassaden terror centralen. Estén ambassaden terror centralen.